خدا رو شکر میکنم که فرصتی پیش اومد که با شما عزیزان امروز اینجا باشم و خدا رو شکر میکنم که هنوز منو به کلیسا راه میدید. اینم خودش فیضی هست. بعد 3 ماه نشده هنوز بدون، البته هر جا که هستم لااقل شما رو نمیدونم، ولی این حس در من هستش که از جانب این کلیسا فرستاده شدم و هر جا که خدمت میکنم در زیر پوشش دعاهای شما هستم، چون اگر اینطور نباشه واقعا آدم خودش رو تنها احساس میکنه. وقتی که آدم در به اصطلاح منطقه هست، حالا اسمشو بذاریم منطقه، نیاز هستش که بدونیم که برای ما افرادی هستند. تشکر میکنم. افرادی هستند که به یاد ما هستند، دعا میکنند و گاهی تکستایی از شما میگیرم که خیلی قلب منو پر از شادی و قوت میکنه و این عالی هست. بنابراین درسته که جسماً اینجا نیستم ولی حقیقتاً با شما هستم در همه این جوانبی که وجود داره. دوباره ادامه میدیم صحبتمون رو در مورد این جناب آقای جولیات و جولیات هایی که در زندگی روحانی، در زندگی جسمانی ما وجود دارند. و بدی جولیات میدونید که چی هستش؟ هی بر میگرده لامصب، هی بر میگرده، از اون در میره، از این یکی در میاد بیرون. اسمش هم همینه، جولیات. هی بر میگرده. مهم نیستش که بر چند تا از اونها ما پیروز بشیم. جولیات مشکلی نداره که شکست بخوره، ولی میدونه که هی خواهد برگشت و میدونه که در یک جایی بالاخره یقه ما رو خواهد گرفت. بنابراین در رابطه با جولیات ها همیشه یک مسئله مهم رو در نظر داشته باشید که این جولیات برمیگرده. چون اگر اینو از یادتون ببرید و وقتی که بر جولیات پیروز میشید هی هی بکنید، گاردتون پایین خواهد اومد. و وقتی که گاردتون پایین اومد، اون موقع در جایی که باید باشید نخواهید بود و در جایی که نباید باشید خواهید بود و اون موقع شکست خواهید خورد. امروز دفعه پیش که صحبت میکردم با شما از صحنه مبارزه داوود و جولیات باتون صحبت کردم و داوود چقدر قشنگ پیروز شد، های هوی فلان بهمان، ولی داوود یادش رفت که این جولیات برخواهد گشت. و میبینیم که در یک زمانی که اصلا انتظار نداشت و گاردش پایین بود، جولیات اومد. داوود در جایی که میبایست میبود نبود. لشکر خداوند داشت در جنگ، اونجا در جبهه داشت جنگ میکرد و داوود در کاخ خودش داشت استراحت میکرد. و بعد میبینیم که در جایی که نباید باشه بود، بالای پشت بوم، و داشت زنی رو که حمام میکرد نگاه میکرد و بقیه داستان که میبینیم به تراژدی منجر میشه. جولیات برگشت و جولیات شکست فاحشی داد به داوود و داوود به هیچ عنوان تا آخر زندگیش از صدمه‌ای که از این حمله جولیات خورد نتونست خودشو بیرون بکشه. خانواده‌اش بالکل از هم پاشید. زندگی روحانی خودش بالکل از هم پاشید. ما در دورانی داریم زندگی میکنیم که هم جنگ جسمانی داریم و هم جنگ روحانی داریم. برای همین هم هستش که باید دائم گاردمون بالا باشه. بله، جولیات ها میان، پیروز میشویم یا شکست میخوریم، در هر حال گارد باید بالا باشه، برای اینکه این جولیات بدیش اینه که هی برمیگرده. براتون از اول سموئیل، از ادامه داستان براتون میخونم. مال ما هم شده این سریال های ترکی، هی چی میگن دنباله داره تا اینجا نه بابا هم خودش. و داوود به شاول گفت دل کسی به سبب او فرو نریزد. یه جوان بی تجربه داره به یک سلحشور چی میگه؟ دل کسی به سبب او فرو نریزد، خادمت میرود و با این فلسطینی جنگ میکند. شاول به داوود گفت تو نمیتوانی به مقابل این فلسطینی بروی تا با وی جنگ نمایی، زیرا که تو جوان هستی و او از جوانیش مرد جنگی بوده است. داوود به شاول گفت
خادمت گله پدر خود را میچرانید که شیر و خرسی آمده بره‌ای را از گله رو بودن و من آن را تعقیب نموده کشتم و از دهانش رهانیدم و چون به طرف من بلند شد ریش او را گرفت و او را زدم و کشتم. خادمت هم شیر و هم خرس را کشت. این فلسطینی ختنه ناشده مثل یکی از اونها خواهد بود، چون که لشکرهای خدای زنده را به چالش کشیده است. و داوود گفت خداوند که مرا از چنگ شیر و از چنگ خرس رهانید، مرا از دست این فلسطینی نیز خواهد رهانید. شاول به داوود گفت برو، خداوند با تو باد. اگه راست میگی خودت چرا نمیای پایین؟ چرا خودت نمیری؟ شاول لباس خود را به داوود پوشانید و کلاهخود برنجی بر سرش نهاد و زرهی به او پوشانید. داوود شمشیر شاول را بر لباس خود بست و کوشید که با آنها راه رود، زیرا که به آنها عادت نداشت. پس به شاول گفت با اینها نمیتوانم رفت، چون که با آنها عادت ندارم. پس داوود آنها را از تن خود بیرون آورد و چوب دستی خود را به دست گرفته 5 سنگ صاف از رود جدا کرد و آنها را در کیسه شبانی که داشت، یعنی در کیسه چوپانی خود گذاشت و فلاخنش را به دست گرفته به آن فلسطینی نزدیک شد. و آن فلسطینی همی آمد تا به داوود نزدیک شد و مردی که سپرش را برمی داشت پیشاپیش او می آمد. فلسطینی نظر افکند داوود را دید و او را حقیر شمرد، زیرا که جوانی خوشرو و نیکو منظر بود. و فلسطینی به داوود گفت آیا من سگ هستم که با چوب دستی نزد من می آیی؟ و فلسطینی داوود را به خدایان خود لعنت کرد. و فلسطینی به داوود گفت نزد من بیا تا گوشت تو را به پرندگان هوا و درندگان صحرا بدهم. داوود به فلسطینی گفت تو با شمشیر و نیزه و زوبین نزد من می آیی، اما من به اسم یهوه سبایوت خدای لشکرهای اسرائیل که او را به چالش کشیده ای نزد تو می آیم. و خداوند امروز تو را به دست من تسلیم خواهد زد و تو را زده سر تو را از تنت جدا خواهم کرد و لاشه های لشکر فلسطینیان را امروز به پرندگان هوا و درندگان زمین خواهم داد تا تمامی سرزمین بدانند که در اسرائیل خدایی است. و تمامی این جماعت خواهند دانست که خداوند به شمشیر و نیزه خلاصی نمی‌دهد، زیرا که جنگ از آن خداوند است و او شما را به دست ما خواهد داد. و چون فلسطینی برخاسته پیش آمد و به مقابله داوود نزدیک شد، داوود شتابته به مقابله فلسطینی به سوی لشکر دوید. داوود دست خود را به کیسه‌اش فرو برد، سنگی از آن گرفته در فلاخن انداخت و به پیشانی فلسطینی زد و سنگ به پیشانی او فرو رفت که بر روی خود به زمین افتاد. شمشیری نبود و داوود دویده بالای سر فلسطینی ایستاد و شمشیر او را گرفته از غلافش کشید و او را کشت. سرش را با آن از تنش جدا شد و چون فلسطینیان مبارز خود را کشته دیدند گریختند. و مردان اسرائیل و یهودا برخاستند و نعره زده فلسطینیان را تا جد و دروازه های اقرون تعقیب نمودند و مجروحان فلسطینیان را به راه شعراییم تا به جد و اقرون افتادند. و قوم اسرائیل از تعقیب نمودن فلسطینیان برگشتند و اردوی ایشان را غارت نمودند. جولیاتی که هی بر میگرده. ما باید دشمنمون رو بشناسیم و ببینیم که این دشمن چجوری عمل میکنه. وقتی که به این داستان نگاه میکنیم و به تجربیات زندگی خودمون در رابطه با جولیات ها میبینیم که جولیات ها اولین کاری که میکنند جنگ روانی ایجاد میکنند و اولین تاکتیک در این جنگ روانی خود گنده کردنه. جولیات خودش رو گنده میکنه. جولیات های ما هر چی که هستند سعی میکنن که خودشون رو گنده کنن و بدی گنده شدن اینه که وقتی که گنده کردن مثل دیوار میشن و وقتی که مثل دیوار در مقابل ما قرار دارن دیگه ما اون جایی رو که چشممون باید بهش متمرکز باشه دیگه بهش متمرکز نیست، دیگه اونو نمیبینیم. تنها چیزی که در مقابل خودمون میبینیم جولیاته.
تمرکز ما بر اون جایی که باید باشه دیگه نیست. تا حالا فکر کردید ما چطوری میبینیم؟ سوال علمیه، یعنی یهویی روحانیش نکنید. ما چجوری میبینیم؟ خیلی ساده بهتون بگم، انعکاس نور در فاصله کانونی قرنیه ماست. نه یه همچین چیزی اون قدیما میگفتن. یعنی اگر نور نباشه ما نمیبینیم. خیلی راحت. نور باشه ما میتونیم ببینیم، نور نباشه نمیبینیم. اجسام در فاصله کانونی ما میفتن و از اونجا یک سری اطلاعات میره به مغز از طریق اعصاب حسی و مغز شروع میکنه اونها رو چیکار کردن؟ ترجمه کردن. و هر آنچه که مغز اونها رو ترجمهش میکنه اونها در ما رفتار ایجاد میکنن. این سیستمیه که ما به اون شکل میبینیم. من برداشتم از یک کتاب پزشکی، میگه چشم انسان اندامی حسی است که در برابر نور واکنش نشان میدهد و موجب دیدن اجسام میشود. سلولهای استوانه‌ای و مخروطی در شبکه سلولهای گیرنده نوری قادر به تشخیص نور مرئی و انتقال این اطلاعات به مغز هستند. چشم اطلاعاتی را برای درک رنگ و شکل و عمق و حرکت به مغز مخابره میکند و بخشی از سیستم عصبی است. این اون چیزی است که در رابطه با دیدن داریم. ولی میبینیم که فراتر از اینها در ما اتفاق میفته. اگر جزئیات خودش رو در مقابل ما گنده میکنه و نمیذاره که ما آنچه که باید متمرکز باشیم بهش متمرکز باشیم و داره یک جنگ روانی ایجاد میکنه، میدونید چطور میتونیم ما جلوی این کار رو بگیریم؟ حالا فکر کردید؟ نکردید؟ چشمون رو میبندیم. ما اگر چشمون رو ببندیم دیگه رفلکس نور نخواهد بود و دیگه چیزی رو نخواهیم دید. نه؟ نیست. اینجوری ما میتونیم یهویی گنده بودن این جزئیات رو بریزیم به پایین. ما معمولاً کی این کار رو میکنیم؟ کی چشمای خودمون رو میبندیم؟ دعا برای اینه. ما فکر میکنیم که دعا برای اینه که بیایم خدا رو گنده کنیم. تو الی، تو بهمانی، تو فلانی، تو بهمانی. فرشته به اینجور دعاهای ما میخندن، برای اینکه خدا همین هست. ما بگیم نگیم خدا گنده هست. یا خداوند خواهش میکنم اینو به من بده، اونو بده، اینو بده، اونو بده. عزیزان کلام خدا میگه که خدا همه احتیاجات ما رو میدونه پیش از اینکه حتی ما بهش بگیم. پس ما داریم چیکار میکنیم واقعا؟ در دعا حقیقتاً چه داریم میکنیم؟ وقتی که با جزئیات ها روبرو میشیم، یک، گنده بودن جزئیات رو فرو بریزیم. جزئیات رو من دیگه نمیبینم، ولی الان نیاز هستش که مغز من یک سری اطلاعات درست رو بگیره، برای اینکه وقتی که من به یک چیز غلط دارم نگاه میکنم اون یک سری اطلاعات غلط به مغز من میفرسته و بر اساس اون من عمل میکنم. حالا لازمه که من وادار کنم این مغز رو که اطلاعات درست رو بگیره. بنابراین وقتی که چشم رو بستم جزئیات رو دیگه نمیبینم و حالا لازم دارم که اطلاعات درست رو به مغزم مخابره کنم و اونجاست که تاکتیک روانی جزئیات، اولین تاکتیکش که ایجاد گنده کردن خودشه، فرو میریزه و اجازه میده که من به جایی که متمرکز باشم متمرکز باشم. فکر میکنید مسیح میرفت بالای کوه شبا دعا میکرد چیکار میکرد؟ پدر آسمانی رو گندهش میکرد یا برای احتیاجات خودش دعا میکرد؟ نه، مسیح در بالای کوه کماکان تمرکز خودش رو برای چی اومده روی زمین، اولویت ها چی هست در این مساف روحانی، در این جبهه روحانی چجوری باید عمل کنه، خودش رو ریست میکرد. و برای همینم همیشه چیزهایی رو میدید که دیگران قادر به دیدن اونها نبودند. این بخشی از جنگ روحانی ماست عزیزان.
وگرنه ترتیب ما داده است. در معجزه 5000 نفر مسیح میدونست چیکار بکنه. خواست شاگردان رو امتحان بکنه. فیلیپوس چیکار بکنیم برای اینا؟ چجوری اینا رو غذا بدیم؟ فیلیپوس 200 دینار نان هم اگر ما بخریم تا اگه نانوایی پیدا کنیم که اینو داشته باشه، باز کفاف اینا رو نمیده. چرا؟ برای اینکه گندگی جولیات رو میدید. چشش متمرکز شده بود به اینکه مشکل چقدر گنده است و میبینیم که شکست میخوره. و وقتی که جولیات خودش رو گنده میکنه، نحوه مقابل دیگرش اینه که تو چقدر کوچک هستی. میبینیم در اینجا به داوود چی میگه؟ میگه داوود رو حقیر شمرد. تو کی هستی؟ تازه بچه خوشتی و مستی، اصلا به درد جنگ نمیخوری. اینشو من نمیدونم چرا جولیات اینجوری فکر کرد. کلام خدا میگه چون خوشرو خوش منظر بود او را حقیر شمرد. احتمال جولیات میخواست که این خیلی ترساور و پرهیبت باشه، ولی نه. وقتی که دشمن خودش رو برای ما گنده میکنه و تمرکز ما رو از بین میبره، دائم به ما القا میکنه که تو کوچکی، تو ناتوانی، تو هیچ کاری از دستت بر نمیاد. و همین باعث شد که قوم بنی اسرائیل 38 سال به دنبال تنبیه خدا دور یک کوه چرخیدند و چرخیدند و چرخیدند. 12 هفته‌ای میتونستن از مصر به سرزمین شیر و شهد برسن. 40 سال طول کشید که برن. میدونید چرا؟ برای اینکه وقتی موسی آدم فرستاد، جاسوس فرستاد، بریم ببینید اونجا چه خبره، جاسوسا 12 تا 10 تاشون دقیقاً گندگی مشکل رو دیدند. در اونجا بلندقندان رفقای همین جولیاتا در اونجا هستند و بعد ما در مقابلشون ملخیم. کوچک کردن. آیا اینطور هستیم؟ وقتی که ما به شکل درست نمیبینیم، وقتی که دیوار وجود داره بین ما و به اون تمرکزی که باید داشته باشیم، دشمن گنده است و ما حقیر هستیم و ما کوچکیم، ما ناتوانیم، ما فلج هستیم، نمیتونیم هیچ کاری انجام بدیم و این تاکتیک روانی دشمن هستش که میخواد این بلا رو سر ما بیاره. اسیر میشیم. چشم چراغ بدنه. مسیح چقدر به شاگردان گفت دقت کنید که به چه شکل میشنوید، دقت کنید که به چه شکل میبینید. میگه اگه نوری که در شماست تاریکی باشه، چه تاریکی عظیمیه. به چه شکل داریم نگاه میکنیم. پولس چقدر قشنگ این رو بیان میکنه، داره مطرح میکنه که چطور وقتی چشممون رو میبندیم اون وقت این اطلاعات درست رو به مغزمون میرسونیم. در دوم قرنتیان فصل 10 داره میگه زیرا هر چند در جسم رفتار میکنیم ولی به قانون جسمی جنگ نمی نماییم، زیرا اسلحه جنگ ما جسمانی نیست بلکه نزد خدا قادر است برای انهدام قلعه ها که خیالات، افکار، هر بلندی را که خود را به خلاف معرفت خدا بلند میکنه ما به زیر میندازیم و هر فکری را به اطاعت مسیح اسیر میکنیم. آن چیزی که اینجا داره صورت میگیره، چشمو میبندم جولیات من تو رو نمیبینم، گندگی تو رو هم نمیبینم برای اینکه اصلا گنده نیستی و یک سری اطلاعات دارم به مغزم میفرستم که در من عکس العمل درست ایجاد کنه. در داوود عکس العمل درست ایجاد کرد. داوود اون خیلی پف و پوف میکرد، خیلی خودشو گنده میکرد، ولی داوود گندگی او رو نمیدید. برمیگرده میگه میدون چیه؟ امروز تو خوراک منی، امروز چنان ترتیب تو رو بدم و امروز چنان ترتیب این لشکری که اینجا صف کشیده بدم که حال کنی. یک جوانی که اصلاً تجربه‌ای در این کار نداره. دومین تاکتیکی که جولیات ها به وجود میارن ایجاد ترس و وحشت هستش. بله، ما میتونیم چشمان خودمون رو ببندیم و جولیات رو نبینیم، ولی اگر در ترس و وحشت داریم به سر میبریم، اون اطلاعات درست رو که لازمه به مغز بفرستیم که مغز اونا رو ترجمه کنه و در اعمال ما خودش رو نشون بده به وجود نخواهد اومد.
ما لازم هستش که بر این تاکتیک دشمن هم که ایجاد ترسه پیروز بشیم. چطور میتونیم بر ترس‌های خودمون پیروز بشیم؟ این سوال بود. چجوری بر ترساتون پیروز میشید؟ مردم اغلب تلقین میکنند. نه ترس، طوری نیست، چیزی نیست، ای بابا حالا بیریخته، مسئله ای نیست، نه ترس، فلان نکن. بعضیا آیت الکرسی میخونند. میدونید آیت الکرسی چیه؟ آیت الکرسی یه قسمتی هست به زبان عربی که وقتی شما اونو خوردید فوتم میکنید دور خودتون و فکر میکنید که چی میگن شجاع شدید، ولی نه فقط شجاع نشدید، پسر شجاع هم نشدید. برای اینکه ترس با این چیزا از بین نمیره. بدیه تلقین اینه که موقتیه. شما با تلقین یک ربع خودتون رو میتونید راحت بکنید، ولی تلقین اثرش همینطور هی استفاده میکنید از بین میره. کلام خدا در رابطه با اینکه ما چطور بر ترس‌هایی که در نبردها برای ما به وجود میاد پیروز بشیم، کلام خدا در این رابطه چی میگه؟ چطور میتونیم بر ترس‌هامون پیروز بشیم؟ خیلی جالبه. یک کلمه که خیلی ساده است ولی آنقدر پیچیده است این کلمه که حد نداره، و اون کلمه محبته. میگه محبت کامل ترس رو بیرون میکنه. محبت کامل ترس رو بالکل بیرون میکنه. اول یوحنا ما اینو میبینیم. میخوام در رابطه با محبت چند تا مطلب رو خدمت شما عرض بکنم، برای اینکه این محبت دیگه به قول خارجی ها میشه overrated، دیگه از بس هی گفتم محبت اینو گفتم یاد کلیسای گلاسگو افتادم. مجیدم احتمالاً اونجا نشسته. هر دفعه که میرفتم بالای منبر و میگفتم هر سوالی میکردم جواب اصلا عوض نمیشد. محبت، آقا مثلا ما چجوری بریم فرض مرکز شهر؟ محبت. آقا چجوری میشه این کار؟ محبت. یه بار دیگه عصبانی شدم، گفتم بابا ول کنید دست از این یقه محبت وردارید دیگه. محبت پیچیده است، همچینم راحت نیست. اولین چیزی که در مورد محبت باید بدونیم اینه که محبت محصول رابطه است. محبت قرص نیست ما قرص برداریم بخوریم و در ما محبت ایجاد بشه. عشق هم همینطوره دیگه. عشق و محبت عین هم دیگر. این دوتا محبت و عشق محصول رابطه است. شما زمانی که با کسی در رابطه هستید، در اون رابطه شما تجربیاتی رو که به دست میارید یا باعث میشه که محبت به وجود بیاد و رشد پیدا کنه یا باعث میشه که اون چیزی هم که به وجود اومده بود از بین بره. اونایی که ازدواج کردن میتونن به ازدواج خودشون نگاه کنن، به روز اول ازدواجشون نگاه کنن، احساس اون موقعشون رو با احساسی که الان دارند چک کنن، اون وقت متوجه خواهند شد که به چه شکله. برای اینکه در طول زمان رابطه زمانی که صمیمیتر میشه شناختا بیشتر میشه و این شناختای بیشتر باعث میشه که ما محبتمون رشد کنه یا محبتمون بیاد پایین. پس محبت محصول رابطه است. رابطه نباشه محبتی وجود نداره. اگر قراره که ما بر ترسامون در مقابل جلیات‌های زندگیمون رو بهشون پیروز بشیم، لازمه که با منشئی که به ما قدرت میده که بر این ترسا پیروز بشیم در رابطه دو طرفه هر روزه باشیم. با تلقین و آیت الکرسی نمیشه، بلکه بر اساس اون رابطه است که این محبت میتونه اونو چیکار کنه؟ بندازه بیرون. برای همین هم هستش که ما در مسیحیت دعوت ما به یک دین نیست، به یک سیستم مذهبی نیست. دعوت ما برای داشتن رابطه زندگی دو طرفه با خداست که از طریق مسیح و قربانی او در روی صلیب برای ما به وجود اومده. بنابراین باید در رابطه باشیم. دومین مسئله‌ای که باید در مورد محبت در نظر داشته باشیم اینه که محبت احساسی نیست. محبت
تجربیه، یک رشد تجربیه. شما وقتی که میگید که نمیدونم در محبت ما رشد پیدا کنیم، به این معنی نیستش که مثلا تا دیروز 10 درجه دوست داشتید الان 20 درجه دوست داشته باشید. نه، شما دارید اشاره میکنید به اون میزان عمیق‌تر شدن تجربیاتی که در رابطه دو طرفه دارید و این تجربیاتی که به دست میارید آن وجود محبت رو در شما رشد میده، پرورش میده، توسعه‌اش میکنه. بنابراین تجربیه. اینکه من امروز احساس نمی کنم شما رو دوست دارم بی معنیه، برای اینکه دوست داشتن کاملا وابسته است به اون تجربیاتی که در رابطه دو طرفه به وجود میاد. بنابراین وقتی که ما میگیم که من با خدا در رابطه دو طرفه هستم و در این رابطه دو طرفه خدا رو دوست دارم، میزان دوست داشتن من در این رابطه بر اساس تجربیاتی هستش که من با خدا دارم. داوود وقتی که داره با شاول صحبت میکنه، ببینید به چی داره اشاره میکنه. شاول میگه که بابا اون مرد جنگی تو، بی جوان تو، الی تو، بهمانی تو، برمیگرده میگه ببین اینا حرفای چرت و پرته. بذار من تجربه هم رو به تو بگم. بذار بهت بگم من در این رابطه دو طرفه با خدا چه تجربه‌ای دارم. من خرس کشتم، من شیر کشتم، گرفتم این ریششو یه دونه چک زدم در گوشش، ترتیبش دادم. تو داری چی میگی؟ برای من اینجا قصه رستم سهراب داری تعریف میکنی؟ من دارم از تجربه واقعی باهات صحبت میکنم. میخواید بر ترساتون پیروز بشید؟ با تلقینا نمیشه. چه تجربه‌ای در این رابطه دو طرفه با خدا دارید که این رابطه دو طرفه در شما محبت رو عمیق‌تر میکنه که اون محبت عمیق‌تر ترس رو از وجود شما بریزه بیرون. برای اینکه خیر از این راهی وجود نداره. ما نمیتونیم همش با تلقین ترس یا با گفتن آیات به خودمون. آیات رو باید تجربه کرده باشیم. کلام خدا میگه که من تو را هرگز رها نخواهم کرد. در تثنیه فصل 31 میگه که بابا شما رو ول نمی کنم، حواستون باشه برای شما می جنگم فعل ما. آیا اینها برای قوم بنی اسرائیل تجربه شد؟ نه، برای اینکه خودشون درش دخیل نبودن، که خودشون رو در اون تجربه پیدا نمی کردن که. بنابراین جولیات در مقابلتون جنگ روانی ایجاد کرده. آره میتونید چشاتونو ببندید، ولی چه اطلاعاتی به مغزتون داره میره که در رفتارتون خودشون منعکس کنه؟ اون چه که باید بره بر اساس تجربه‌ای که در رابطه دو طرفتون با خدا هست. بنابراین به من بگید تجربه روحانی شما چی هست در خداوند؟ به شکل واقعی، نه به شکل انتزاعی، نه شهادت‌های دیگران. من آنم که رستم بود پهلوان، نه فلانی فلان کارو کرد، بهمان کارو کرد. نه، شما تجربه روحانی شما در رابطه دو طرفه با خدا چیه؟ خرس‌ها و نمیدونم شیرهایی که شما باش مواجه شد و برخورد کردید چی هستش؟ چه تجربه ای رو شما به دست آوردید که محبت بتونه به شکل عملی ترساتون رو بیرون بریزه وقتی که داره رشد پیدا میکنه؟ هر چقدر که مورد سوم محبت رشد میکنه، اعتماد به وجود میاد. زمانی که در هر رابطه‌ای که هستید، حالا من رابطه زن و شوهری رو بگم، زمانی که همسرتون اعتمادش نسبت به شما از بین میره، مشکل اعتماد نیست، عشق صدمه خورده. عشق مشکل پیدا کرده، نه اعتماد. برای اینکه اعتماد روبناست، زیربنا محبت و عشقه. اگر این عشق صدمه بخوره، اعتماد از بین میره. بنابراین برنگرد بگی به من اعتماد نداری، باید به من اعتماد بکنی. نه خیر، نباید به تو اعتماد بکنه.
باید برید ببینید که چه بلایی، چه مشکلی، چه صدمه‌ای به رابطه دو طرفه عاشقانه شما وارد شده. برای اینکه اعتماد محصول عشق. در رابطه ما با خداوندم همینطوره. زمانی که این محبت در وجود ما هست، این تجربیات داره این محبت رو هی تقویت میکنه، ما به خدا اعتماد داریم. مثل داوود میتونیم بیستیم بگیم میدونی چیه؟ جنگ مال من نیستش، که جنگ مال خداوند. امروز قرار خداوند با تو جنگ بکنه. فکر کنی من اومدم با جنگ بکنم؟ برای اینکه اعتماد وجود داره که خداوند این کارو خواهد کرد. اعتماد وجود داره. حالا بذارید مورد چهارم بهتون بگم. این اعتمادی که دارم صحبتش میکنم در کتاب مقدس گفته میشه ایمان. اسم این اعتماد در کتاب مقدس بهش میگه ایمان. پس وقتی که میخواید بگید آقا من ایمان دارم، یعنی اینکه در این رابطه دو طرفم با خدا من به خدا اعتماد دارم و این اعتماد من حاصل رابطه دو طرفه ای هستش که من با خدا دارم و در این مسیر زندگی روحانی، در این سفر روحانی خدا با من هم قدم است. آخ چه حالی با هم میکنیم با این خدا در این سفر روحانی. یک حقیقت خیلی تلخ رو مسیح برمیگرده به فریسیان میگه در فصل 5. خیلی داد هوا را مینداختن که مسیح رو در تنگنا میذاشتن. مسیح برمیگرده میگه میدونید چیه؟ شما چرا نمیتونید ایمان بیارید؟ میدونید شما چرا نمیتونید اعتماد کنید؟ برای اینکه شما رو میشناسم و میدانم که محبت خدا در شما نیست. برای اینه که ما نمیتونیم اعتماد کنیم، برای اینه که ایمان نداریم، برای این هستش که ما محبت خدا رو در دل خودمون نداریم. محبت خدا حاصل یک رابطه دو طرفه و هم قدمی و هم سفری هستش و این مشکل دنیاست. مردم میگن ما نمیتونیم ایمان بیاریم، به ما معجزه نشون بده که ایمان بیاریم. عمرن اگر 50 تا معجزه در مقابل چشون انجام بدی اگر ایمان بیارن. نهایت برمیگردم میگه وای مسیح واقعا چقدر قدرت داره. حکایت اون مختاریه. من بارها اینو گفتم. نیست؟ یارو میرفته میگه آقا میختارید؟ میگفت نه ندارم. آخرش گفت حتما خبری؟ بعد گفت بله داریم. گفت 10 کیلو هم دارید؟ گفت بله. 1 تن هم دارید؟ وای شما چقدر مختارید. آخرش به اینجا میرسه دیگه. آخرش تحسین و تمجید و فلان اینا، ولی هیچ وقت به توبه و رابطه دو طرفه نمیرسه که. مسیح به فریسیان میگه شما رو میشناسم، علت این که نمیتونید ایمان بیارید برای اینه که محبت خدا در شما نیست. داوود و جنگش جنگ ایمان و ترس بود. البته داوود یه چوپان بود، جولیات جنگجو بود. داوود تجربه نداشت، جولیات دنیایی از تجربه بود. ولی داوود چیزی داشت که جولیات نداشت. در رابطه دو طرفه با خدا ایمانی رو که داشت میتونست بهش اعتماد بکنه. از نظر تجربی در حرفش به شاول مشخصه که من چه کردم. و ببینید که داوود این اعتمادی رو که به خدا داره به چه شکل داره در مزمور 27 مطرح میکنه. خداوند نور و نجات من است، از که بترسم؟ از که هراسان شوم؟ خداوند پناهگاه جان من است. چون شریران بر من نزدیک آمدند تا گوشت مرا بخورند، خصمان و دشمنانم ایشان لرزیدند و افتادند. اگر لشکری بر من فرود آید دلم نخواهد رزید، اگر جنگ بر من برپا شود در این نیز اطمینان خواهم داشت. و ببینید چی داره میگه. یک چیز از خداوند خواستم. چی؟ لامبورگینی؟ خونه؟ ماشین؟ زن؟ و آن را خواهم طلبید که تمامی روزهای عمرم در خانه خداوند ساکن باشم تا جمال خداوند را مشاهده کنم، در معبد او تفکر نمایم. آنچه که میخواد آن رابطه صمیمانه‌ای هستش که میخواد با خدا داشته باشه. میگه من اینو میخوام برای تمامی زندگیم،
اینو میخوان. در نبرد روانی باید بر تاکتیک دشمن پیروز بشیم، بر ترس غلبه کنیم که اطلاعات درست به مغز برسه و موجب رفتار ایمانی در ما بشه. اسم این هست جنگ ایمان. و اونهایی که در فصل 11 عبرانیان اسامیشون رفته به این شکل اونها عمل کردن. داوود در اون صحنه اون چرا که بقیه میدیدن نمیدید. عزیزان من، جولیات براش گنده نبود. این فلسطینی نامختون کیست که قوم خدا رو چنین به تنگ آورده؟ و پولس در واقع همین کار رو میکرد وقتی که در قرنتیان فصل 5 میگه که ما به ایمان رفتار میکنیم نه به دیدار. با آنچه که میبینیم، چشم جسمانی ها میبینه، اونجوری نمیریم جلو. با آنچه که اعتمادی که نسبت به خدا داریم، ما با اون داریم میریم. وقتی که عزیزان ما تاکتیک روانی دشمن رو بهش پیروز شدیم، اون موقع میریم سراغ اسلحه مناسب. اسلحه مناسب رو اون موقع میتونیم انتخاب کنیم. شاول اینجور نبود. بنابراین شاول به خودش توکل داشت و چون به خودش توکل داشت، مرد حسابی اگر راست میگی اسلحه خودت بپوش برو جلو، میاد اسلحه خودش رو میپوشونه به این نوجوانی که شما یه لحظه تصور کنید یه فیلم‌های خنده‌دار اون موقع مثلا طرف کاسکتو گذاشته، شمشیری که بزرگتر از هیکلش بسته، با اون یارو همینجوری اصلا نمیتونه راه بره، برمیگرده میگه بابا من اصلا با این نمیتونم راه برم. انگاری که به یه مرد کفش پاشنه بلند بدی بپوشن خانوم‌ها، چجوری میخواد روش راه بره؟ داوود هم اینجوری بود. و یادتون باشه اگر ما بر این تاکتیک‌های دشمن پیروز نشیم و تمرکز خودمون رو بر اساس اون اطلاعات درستی که در جنگ ایمان داریم به خرج میدیم به مغزمون ندیم و رفتار درست در ما به وجود نیاد، آنچه که اسلحه‌ای که ما انتخاب میکنیم ما رو تبدیل میکنه به کاریکاتور، ما رو تبدیل نمیکنه به سرباز سلحشور، ما رو صرفاً تبدیل میکنه به یک کاریکاتور. مسخره میشیم برای اینکه آنچه که انتخاب کردیم برای مبارزه اصلاً به درد این مبارزه نمیخوره، برای اینکه ما در این قضیه صرفاً به خودمون ما چیکار کردیم؟ اعتماد کردیم. داوود چیکار میکنه؟ خیلی سریع بگم. داوود هیچ کاری نمیکنه، نه اسلحه‌ای انتخاب میکنه نه هیچی. فلاخن همچی میگیم فلاخن انگاری که مثلا یکی از این چیزهای چینی بود. نه، فلاخن دیدین؟ فلاخن چجوریه؟ ندیدین که، باید بچه دهاتی باشید مثل من تا ببینید. فلاخن ماهایی که خودمون درست میکردیم کاموایی بود، مادرامون کاموا میبستن، ولی فلاخن درستی که چوپونا داشتن چرم بود. اینقدر چرم بود به این شکل. خب این گوشش رو تا میکردن با قیچی میبردن، پس یه شکافی به وجود میومد. تناب‌های نایلونی بود به اندازه مثلا بند انگشت که پاره نمیشد. از این رد میکردن، این وری بسیاری داشت که چپ دستی یا راست است، این طرفش تهش رو چکار میکردن؟ یه دونه حلقه میزدن که گیر کنه. ببخشید این انگشت ناجوریه ولی گیر میدادن به اینجا که داشته باشه. بعد ببخشید دیگه ناجور میشه. بعد سنگ قرار میگرفت تو این کفه. بعد این یکی می اومد، حالا این به اونجا وصله، با این دوتا دست چی؟ اون یکی رو می گرفتن. سنگ اونجاست. بعد و هی می چرخوندن تا دور این سنگ چی بشه؟ زیادتر و زیادتر بشه. استادی این تیراندازی در این بود که کی این دوتا انگشتی که اون یکی رو گرفته باز کنی که سنگ با سرعت فرض کن 100 مایل در ساعت بره به طرف هدف. لازم بود که سنگم سنگ درستی باشه برای اینکه هر گونه شکل و شمایل سنگ میتونست در هدف چیکار بکنه؟ اینکه بخوره یا نخوره ایجاد اشکال بکنه. و این تو جیب داوود بود. الان اگر تو جیب من باشه پلیس منو بگیره اصلا به عنوان یه اسلحه حساب نمیشه، برای اینکه تو جیب قرار داره، اصلا کاری نمیکنه. ولی داوود
چون به خدا اعتماد داشت، همین فلاخن، ما بهش میگیم سپاند در آذربایجانی، همین سپاند براش کافی بود. 5 تا سنگ ور میداره، یکیش کافی بود. اون 4 تای دیگر رو برای داداشای جولیات ورداشته بود، چون جولیات 5 داداش بودن و داوود فکر میکرد که شاید اون 4 تای دیگه بیان به کمک، پس 5 تا سنگ ور میداره، ولی با اولی درست پیشانی جایی که خالیه میزنه و طرف با یک سنگ میفته پایین. چرا؟ برای اینکه داوود اعتمادش به اسلحه نبود. ما این رو در مزمور 20 میبینیم، دارن بیان میکنه، میگه اینان به اسبها، آنان به عرابه ها، اما ما به نام یهوه خدای خود توکل میکنیم. اسلحه مناسب. در مورد اسلحه مناسب دفعه بعد باهاتون صحبت خواهم کرد، ولی ممکنه الان برگردید بگید من چه نیازی دارم اینا رو بشنوم؟ میدونید جولیات کی بود؟ جولیات از نسل بلند قدام بود. ما با این نسل در فصل 6 کتاب پیدایش روبرو هستیم، زمانی که فرشتگان سقوط کرده با دختران آدمیان رابطه جنسی برقرار میکنن و کلام میگه که از اونها نسلی به وجود اومد به اسم نفیلیم. این نفیلیم وقتی که کتاب مقدس رو به زبان یونانی ترجمه میکردن، سپتاجنت ترجمه کردن جایگانتیکوس که جایگانتی که انگلیسی فکر کردن از اون میاد، پس گفتن خیلی بلند قد و فلان. بلند قد بودن هیکلشون به خاطر ژنشون اونجوری بودن، یک ژن به خصوصی بود. و یادتون از طوفان نوح اومد و میگه همه رو از بین برد، ولی ما این نفیلیم رو میبینیم که بعد از طوفان دوباره سرکلهشون پیدا میشه که این جولیات از اون نسله، یعنی فرشتگان سقوط کرده در میان ما پراکندن و خودشون رو آپگرید کردن. چیکار کردن؟ دیگه با بلندی قد و اینا نمیشه اونا رو شناخت. اونها هم از نظر ژن خودشون رو اصلاح کردن و مثل آدم‌های نرمال در میان ما میچرخن. برای همینم یوحنا میگه که همین الان هم ضد مسیحان بسیار در دنیا پخش هستن. همین الانش هم. میپرسید چرا شما باید اینا رو بشنوید؟ برای اینکه جنگ واقعیه. جنگ ما با خون و جسم نیست. زمانی که شما گفتید من مسیحی هستم، زمانی که گفتید که من به خون مسیح شسته هستم، شما به دشمن اعلان جنگ داده اید. نمیتونید بی‌طرف باشید، برای اینکه او بی‌طرف نیست. ترتیب شما رو خواهد داد. او بی‌طرف نیست. ترتیب شما رو خواهد داد. بنابراین به شما هشدار میدم، در این جنگ به شکل درست بایستید. نایستید زمین میخورید. خیلی از مردم میگن میدونی چی، فکر نکن کار درستی کردی به مسیح ایمان آوردی اگر نمیخوای مسیحی زندگی کنی، برای اینکه ترتیبت داده است. قبلا شیطان باهات کار نداشت ولی الان باهات کار داره. عزیزان من، لازم هستش که بر این تاکتیکای دشمن پیروز بشیم و لازم هستش که اسلحه درست رو با توجه به اون تمرکزی که داریم داشته باشیم. نمیتونید بر تاکتیک دشمن پیروز بشید اگر در رابطه دو طرفه با خدا نیستید. اگر مسیحیت رو مثل یک مذهب پذیرفتید، اگر مسیحیتمون اینه که روزای یک شنبه بیایم اینجا سرود بخونیم، کلام بشنویم، هدایا بدیم و بلندشیم بریم به خونه، این اون مسیحیتی نیستش که به ما پیروزی بده. برعکس بیچاره‌مون خواهد کرد. مسیحیتی که بهش دعوت شدیم رابطه دو طرفه با خداست. سفر روحانی هستش که باید با خدا داشته باشیم که در این سفر عوض بشیم. فریدون عوض بشه، دیدهاش عوض بشه، با اون اطلاعاتی که میره به مغزش، اطلاعات درست، رفتارهاش اصلاح بشه که بتونه یه سرباز باشه، نه یه کاریکاتور. جدی قضیه. خواهید سرپا بیستیم؟ پیش از اینکه جلسه رو بسپارم به شبان عزیزمون یه دعایی براتون بکنم و بعد
برادر ادوارد هر جور که هدایت شدن هدایت میکنم. پدر قدوس تو را شکر میکنم برای اصولی که در کلام خود برای ما گفته ای. تو را شکر میکنم که اراده تو برای ما اراده پیروزیه، اراده تو برای ما اراده قوت، اراده شفاست، اراده پا بر جا بودن. خداوندا تو را شکر میکنم خداوندا که ماها رو مثل سرباز میبینی تو ای خداوند و هر چیزی رو که احتیاج داریم که در این مصاف خداوندا داشته باشیم به ما عطا کرده ای. بله تو نور و نجات ما هستی، از که بترسیم؟ تو پناهگاه ما هستی، از که هراسان شویم خداوندا؟ بله جلیات های ما هر چقدر گنده هم باشند ای خداوند، ولی خداوندا ما چشممون بر تو هست خداوندا، چیزی گنده نمیبینیم. هر فکری رو که مخالف معرفت تو خودش رو بلند میکنه میگیریم و به اطاعت مسیح خداوندا میاریم. بله پدر جان، بله ای پدر، ما در این دنیا برای این هستیم تا ملکوت تو برقرار بشه و ملکوت خود تو رو برقرار میکنیم خداوندا. برای اینکه خوانده شدگی ما اینه، دعوت ما اینه خداوندا و تو را شکر میکنیم خداوندا. به هیچ عنوان از داوود کمتر نیستیم و از زندگی و درس میگیریم که اگر بر این جلیات پیروز شدیم گاردمون کماکان بالا باشه تا جلیات بعدی رو هم پیروز بشیم و پیروز بشیم و پیروز بشیم. بله خداوند تو را شکر میکنیم به نام عیسی مسیح. بله ای روح خداوند تو را شکر میکنیم در همه اینها ما رو تو قوت میدی، تو مدد میکنی در نام خداوند ما عیسی.